توی این ویدیو میخوام 10 تا از خاص‌ترین حیوانات جهان رو بهت نشون بدم که باورت نمیشه واقعی باشن. حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کن چون مورد آخر رو که ببینی کرک و پرت میریزه. شماره دهم، خوک مانگالیتسا، خوکی در لباس گوسفند. زادگاه این خوک موفرفری مجارستانه که در اواسط قرن 19 کشف شد. با توجه به پشم گوسفندی که داره خیلی شبیه گوسفنده. پشمشون میتونه سیاه یا قرمز باشه اما بیشترشون بلندن. متاسفانه به طرز غم انگیزی این گونه در دهه 1990 تقریبا منقرض شد و کمتر از 200 خوک مانگالیتسا در مجارستان وجود داشت. چون گوشتشون به شدت خوشمزه و لذیذه. خوشبختانه امروز مردم مجارستان در حال تلاش برای نجات این نژاد خاصن. شماره 9، میمون دماغ سربالا. اسم این گونه روکسلناست و داستانی پشتشه. اونا رو به خاطر این موضوع با این اسم صدا میزنن چون اسم نامزد سلیمان امپراتور عثمانی در قرن 16 هم همین بود. نکته جالب دیگه فرق میمونهای نر و ماده است که نرها 2 برابر ماده ها وزن دارن و حتی رنگشون هم متفاوته. دخترها رنگ تیره تری یا حتی مشکی روی پیشونی و قسمت بالایی سرشون دارن. نوزادها هم پوششی دارن که ممکنه زیر نور خورشید سفید به نظر برسه. شماره 8، امپراتور تامارین. این داداشمون با سیبیلای شگفت انگیز شبیه امپراتور واقعی یا حداقل یه پیرمرد داناست. در واقع به خاطر شباهت سیبیلش با سیبیل امپراتور آلمان ویلهلم دوم امپراتور تامارین صداش میزنن. اندازه این کوچولوی بامزه فقط 26 سانتی متره اما دمش میتونه تا 40 سانتی متر طول داشته باشه. اونا تو گروه‌های 4 تا 20 نفره زندگی میکنن و جالبه بدونی که اغلب اوقات دوقلو به دنیا میارن. اونا کاملا گیاهخوار نیستن. علاوه بر گل، شهد و میوه، تامارین ها قورباغه، حلزون و حتی پرنده های کوچیک رو هم میخورن. شماره 7، خرگوش پاتاگونی. اگه فکر میکنی که این حیوان ترکیب از کانگورو و خرگوشه باید بگم که اشتباه فکر میکنی. خرگوش پاتاگونی 4مین جونده بزرگ سیاره ماست و چندین واقعیت جالب در موردشون وجود داره. ماده ها همیشه بچه‌هاشون رو برای حفظ امنیتشون نزدیک خودشون نگه میدارن و نرها هم ازشون محافظت میکنن. وقتی میخوان تهدیدتون کنن خورناسه میکشن و مثل خوکچه های هندی جیغ میزنن. اگه یهویی از خواب بیدارشون کنید میتونن تا 180 سانتی متر به هوا بپرن. در مورد شخصیتشون هم باید بگم که حیوانای پرخاشگری ان. شماره 6، گاو کرکی. رازهای زیادی در مورد این اسباب بازیای مخملی وجود داره. اول از همه این یه نژاد جدید نیست. همه این گاوهای دوست داشتنی متعلق به نژادهایی که قبلا شناخته شدن. پس چرا اینطوری میشن؟ چون افراد خاصی ازشون مراقبت میکنن که کارشون شستن، خشک کردن و استفاده از محصولات مختلف برای حالت و رشد دادن موهاشونه. علاوه بر این نگهداری روزانه ازشون ضروریه و ماها نظافت منظم لازمه تا بتونن این ظاهر جذاب رو به دست بیارن. جالبه بدونید که حدود 2 ساعت طول میکشه تا بتونن موهاشون رو حالت بدن و صافش کنن. از اسپری های مو برای رفع تیرگی و از روغن های طبیعی برای براق کردن کرکاشون استفاده میکنن. شما چقدر برای موهاتون وقت میذارین؟ شماره 5، بز مارخور. اگه موجودی رو دیدی که به نظر میرسه با شاخاش داره سیگنال رادیویی از فضا میگیره، به احتمال خیلی زیادی بز مارخوره. بزهای مارخور 180 سانتی متر طول دارن و جالبه بدونی که شاخهاش میتونن تا 1 متر و 60 سانتی متر رشد کنن. اما این فقط در مورد نرها صدق میکنه که از شاخهاشون برای جنگیدن در فصل جفتگیری استفاده میکنن. شاخ مارخورهای ماده تا 25 سانتی متر رشد میکنه و مارخورها گیاهخوارای سختگیرن که میوه، علف، برگ و گل میخورن. اگه تا اینجا با ویدیو حال کردی لایک و بکوب. شماره 4، سگ کاونده. اگه نمیتونی تصمیم بگیری که یه سگ یا یه راکون رو به عنوان حیوان خونگی انتخاب کنی، بهت سگ کاونده رو پیشنهاد میکنم. علیرغم وجود علائمی شبیه راکونها روی خز سگ‌های کاونده، اونا ارتباط نزدیکی با راکونهای آمریکای شمالی ندارن و بستگان نزدیک سگ، گرگ و روباهای اهلی هستن. سگ‌های کاونده تک همسر هستن، یعنی تا آخر عمرشون با جفتشون میمونن و با هم کار میکنن و بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. جالبه بدونی وقتی که سگ کاونده یه ماده بار داره، شریک زندگیش براش غذا و گل میاره. سگ‌های کاونده موجودات منحصر به فردی ان. اونا تنها پستاندار از خانواده سگ‌ها هستن که دوره‌های کوتاهی به خواب زمستونی میرن و جالبتر از اون اینه که اونا این کارو با جفتشون انجام میدن. شماره 3، کودن پا قرمز.
اگه از جزایر گالاپاگوس دیدن کنید مطمئناً این پرنده جذاب توجهتون رو به خودش جلب میکنه. اونا تو خشکی یکم دست و پا چلفتی و خنده‌دار به نظر میرسن، اما تو شنا و پرواز عالی‌ان. کدن‌های پاآبی مراسم جفتگیری خنده‌دار و پیچیده‌ای دارن. نرها برای جذب ماده‌ها بالا و پایین میپرن، پاهاشون رو روی زمین میکوبن و به آسمون اشاره میکنن. میرقصن و بلند سوت میزنن. اگه ماده به اندازه کافی تحت تاثیر قرار بگیره، ممکنه به سمت نر بیاد، با نوکش اونو لمس کنه و باهاش برقصه. شاید با خودت بگی چرا پاهاشون آبیه؟ پاهای آبیشون به خاطر رژیم غذاییشونه که فقط ماهی میخورن و نشون دهنده سیستم ایمنی سالمشونه. شماره دوم، کلوگو. به این قیافه بامزه نگاه کن. یه جوری نگاه میکنه انگار چقدر همه چیز شگفت انگیز به نظر میرسه. بهش سمور پرنده هم میگن، اما خب اشتباهه، چون نه سموره و نه پرواز میکنه. خب پس چرا همچین اسمی بهش دادن؟ چون کلوگو مثل سنجاب پرنده میتونه بین درختها بپره و یه مقدار رو هوا بمونه. مشکلی که این حیوانای کوچیک دارن اینه که معمولا 1 تا 2 کیلوگرم وزن دارن و با وجود زندگی تو درختها تو بالا رفتن ازشون ماهر نیستن و دست و پا چلفتی ان. شماره اول، بز کوهی ابری. این گونه در ابرها زندگی میکنه و به خاطر همین همچین اسمی بهش دادن. خز آبی روشنش انعکاس آسمون آبی بدون ابر در منطقه زیستگاهشه. میگن عاشق آفتاب گرفتن و آب نبات خوردنه. شما این حرفا رو باور میکنید؟ ما هم دقیقاً مثل شما. میگن یه اسباب بازیه، اما خب هر چی که هست به نظرم خیلی زیباست و ای کاش واقعی بود. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردی. اگه از این مدل ویدیوها خوشت میاد و دوست داری بازم از این مدل ویدیوها ببینی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو روشن کن که هر موقع ویدیوی جذابی گذاشتم بلافاصله مطلع بشی. خیلی عاشقتونم، مراقب خوبیاتون باشین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.